پس فکر ریسک نکرد. شما میدونید که ریسک یک کسی دیگر خوردن نمیتونه. ولی گاه وقت ما شما در نسبت دیگر بخیلی میکنیم لیکن یقین داریم که هیچ وقت ریسک یک نفر دیگر خوردن نمیتونه. زیرا ریسک ازلیه. که شما وقتی که 4 ماه در شکم مادرتون بودید، همونجا الله مهربان معین کرد، همونجا معین شدگی ریسک بده. برای میگه که شخصانی میگه غمی روزی مخور مزن اوراق دفتر را که پیش از طفل ایزید پر کند پیستان مادر را. آیا فرزند مادر پیستان پر شیره نگهش داره، غم روزی تونه نخوره. حسن بصری هم همین را گفت که من فهمیدم که ریسک من را کسی خوردن نمیتونه، پس چکار کردم؟ دیگر در فکر ریسک نبودم. قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. یعنی تا زمانی که چشمش از همین دنیا پوشیدن ما ریسکی او را میرسونیم، یعنی کفیل ریسکشه. فقط انسان باید برادرای عزیز از ریسک نترسه. حتی بینین میگه یدخل الجنة اقوامون، پیامبرمون دیگه افئدتهم مثل افئدة الطیر، داخل جنت میشود کسانی که دلهاشون مثل دل پرنده باشد. گفتن چه حضرت؟ گفتن کسی دلش رنگ دل پرنده باشد و معناش میگه یعنی المتوکلون، پرنده ها میگه توکلی با خدا دارن. این همه الچه پرنده چی داره؟ ببینید نمی سحر میگه از خانهش بیرون میشه با مقصدی که میگه انشاءالله ریسک من کجای هست، میره و با میخره بیگه شکنبه کسی میاد الچه کشنه میزه با سری میپره میره. هیچ وقت از پگاهش ترس نداره. حتی میگه این حاتم اسمه اینو پیش اسلام گذاشته، یک فرزندش در دوره های اسلام بود. بعد میگه وقتی کمی اویلش گفت که زنک من جنگ میرم، مرا در جنگ دعوت دارم، چی مقدار نفقه لازمه که بگذارم؟ زنشم آدمی با ایمان بوده، زنشم آدم با غیرت بوده. بعد میگه گفت که چند قدر زنده میمونی؟ گفت حیات در دست من نیست. گفت نفقه هم در دست تو نیست. نگاه کدم باز همین جنگ جوش همین بسیار ایزان ها و خلوتران برای همین چه یخی؟ یا بسیار ایزان ها برای چه همین جنجالای؟ چی با او خانه دارد تو نداری؟ چی با او ماشین دارد تو نداری؟ چی با او مردک هر روز لباسی نو میخره بر زن و فرزنداش تو نمیخری؟ نمیدانه که آخی این مبلغ در دست این مردک نیست، رنگی زنه کبی خدا رحمت و مغفرت کنه. او چند که حیات میمونی؟ او حیات در دستی من، او نفقه هم در دستی تو نیست. بعد از اون میگه وقتی همین گفتگو شونه از زنه که دیگه میگه دورتر گوش داره. وقتی حاتم که دید که زنش بسیار مقصد همین توکل کننده گرفت، میگه همون اسباب انجام شو برامد. میگه او پیرزن آمد گفت چی مقدار نفقه گذاشت؟ میگه زنش گفت که حاتم نفقه خرای، نفقه رسان همین جای. همین نفقه رسان الله همین جای، نفقه خر رفت. اون نفقه خر به دو برفت، نفقه رسانش همین جای، یعنی الله همین جای. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که نان و آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. مردک اومد دید بچه‌اش که در دنی گهواره که دندان آب برآورده.
میگه او ترسید گفتی یک نانخر شید این چخیل من نان میتو این تا دین را دندان نداشت هم پیستانی مادرش هم میگرد این روزی دندان برآورده میگه بعد گفت مروت نباشد که بگذارمش آخیر نانم نتیم نمیشه آبا میگه چو گفت این سخن نزدی جفت نگر زن او را چو مردانه گفت میگه وقتی زنش در حرف گفت زنه بسیار یک کار مقصد ملال کرد بسیار غمگین کرد چی گپای این بچه من دندان برآورده اینا نان دادن در کار بعد میگه گوش کنه که زنک او را چی گفت مخور حول ابلیس تا جان دهد همان که دندان دهد آن خود نان دهد گفت چی تو میترسه مردکی بغیرت آخه همون ذاتی که دندان شبر آورده او را ریزش معین کرد که همون ریزش میته تو وسواس شیطان ده نره یکی گربه بر در زال بود که برگشته ایام بدحال بود روان شد بر میهمان سرای امیر غلامان سلطان زدندش به تیر یک گربه هم طریب بسیار ناشکر بوده خانه که کمپیر در زندگی میکرد یک کمپیر کمبغل هیچی نیست نه یگان سیره نه گوشت نه یگان نانی ملایم همین دنیل چند بیسی که گوش میبره میقبی میخریش بسیار دل شگیرفت بعد گفت همین کوچه در یک بوی گفت همون جبریل خیلی روز یکون چی در رو کنیم یکون چه که با مزهی با معنی بخریم او ایجا ناشکری کرده که در ریسک قناعت نکرد بعد میگه رفت خانه پاچو را که تلیخوی پاچو بسیار دیگه میگه غلامان سلطان زدندش به تیر دیدن که بیگانه یک تیرش زدن برون جست خون از تنش میچکید همه گفت از حول جان میدوید بعد تنها که پری خون شید بعد همین میدوید راه داود طرف خانه کمپیر میگه همون گربه یک گپ میگفت اگر جستم از دست این تیرزن منو موشو ویرانه پیرزن اگر همین جه صحت سلامت خدا ببرم اگه یک خطا کردم یک نامثال قدمی نادرست ماندم همینجا صحت سلامت برم اصلا دیگه این خانه کمپیر بیرون نمیبرم همون چیزی را که همین رزقی من قدر که همون در قناعت میکنم خلاص برادر عزیز گفت ریسک فهمیدم که کسی خورده نمیتونه آرام شد دویم دانستم که خداوند دائم مرا میدیده است پس از هر کرده خودم حیا میکردم علم یعلم بان الله یرا قرآن میگه آیا میدونی که من شما را میبینم یعنی ما را الله میبینه الها قاری غزل خانکو آخی هر جنایتی میکنی بکن ولی بدان که خدا میدونه سیم چی گفت؟ سیم گفت که دانستم که کسی از جانب من اگر عبادت کند او به خودش میرفته است به من نه یعنی عبادت یک نفر یک تای دیگر یک تای نفر دیگر درسته یک کسی تانی من نماز بخونه نمیشه یک کسی دیگر تانی من زکات بده نمیشه برای همین دانستم که عبادت های کسی دیگر در نامه اعمال ما که نویسانده نمیشه است خودم عبادت میکردم چهارم گفت که دانستم که پایان عمر و مرگ است برای خانه قبر روز قیامتون توشه قیامتی جمع کردم گفت با همین چهار چیزی که برای شما رسانیدم همین پایه های زندگی من همین بود با همین عقیده زندگی کردم الحمدلله رب العالمین که چی شدم با همین درجه و با همین مقام و منزلت رسیدم حتی بینید امام جلال الدین سیوطی میگه اگر کدامی از همین آدمای کلانسال 5 خصلت کودک داشته باشد به درجه اولیاگی میرسد یک تایمون چیه؟ کودک پروای ریسک نداره
این همی جواز میاری میتیش دیگه فکری ولی پیشینش نمیکنه اصلش نمیکنه یا پگش نمیکنه صاف در یادش نیست انا میاد توکل کننده با خدا نه اما شجاع کرمانی را حکایت میکنم پادشاه بود میگه دختری بسیار خوب داشت بعد میگه در همین داماد یافتن پرابلم بود بعد میگه خودش اومد یک مسجد در آمد که یک بچه کدید بسیار زیبایی بودد میکنه گفت هر آینه آدم پارسای بسیار بچه انشالله با توفیق بود کرد بعد گفت که انا سلام کردن خیلی حضرت قد سلام کردن گفت زنداری گفت نه و گفت چی با گفت آخه من بسیار فقیرم بسیار دست نارسم قوت زنگیری ندارم گفت اگر دختر با بتون میگیری کیش شایسترش کردی بردک که بکی چخیل گفت مقصد رنگی چخیل دیگر خیل کرد نه گفت یکم فکر نکرد من دختر ما میتوند دیگر راضی شدی مردک خدا من میگه وقتی که کیری نگرفتن خانه بردن میگه دختر یا همین شجاع کرمانی میگه با درجه آدمی بسیار در خدا دادگی بسیار عقیده مستحکمی داشت که حتی که میگه چیکار کرد میگه درآمد در خانه شیخ یک نان دید گفت برای چی در خانه این نانه گفت برای پیغامون بعد گفت الکه این قدر گفت ناباوری با کفیل رازق بودن خداوند که الکه پگینه تا امروز آوردگی این چیزهایی هستن برادرها که فقط در ذهن همون زنهای همون زمانه و مردهای همون زمانه بود از این لحاظ اگر ما هم در همین 4 چیزی که حضرت پایه‌گذاری کرده از حیات خودش اگر از زمینا ما و شما عبرت بگیریم انشاءالله برای ما و شما خدا خواهد خیر دنیا و آخرت میرسه الله که برای همون نباید کنه ایمانهای ما و شما را با سلامت نگه داره و آن پایه‌گذاری هایی که در زندگی حضرت امام حسن بصری بود خدای مهربان برای ما و شما توفیق دهد تا پیروی از این بنده خوبی خدا کنیم باز هم همه ما و شما را خداوند در پناه رحمت و عصمتش نگه دارد.